امروز رسیدیم به مهمترین قسمت داستان شاهنامه، تولد رستم. بعد از ازدواج زال و رودابه مدتی میگذره و رودابه بچه دار میشه و موقع تولد فرزندشه. نوزاد اونقدر بزرگ بود که رودابه نمیتونست اون رو به دنیا بیاره. رودابه با مرگ دست و پنجه نرم میکرد. سیندخت مادرش تو سر و صورت خودش میزد و گریه میکرد. زال ناراحت بود چون امکان داشت که هم مادر هم بچه هر دو بمیرن. یه دفعه زال یاد پر سیمرغ افتاد. پری رو که سیمرغ موقع پایین آوردنش از کوه بهش داده بود. فوراً پر و سوزون و سیمرغ در آسمان ظاهر شد. زال مشکلش رو به سیمرغ گفت. سیمرغ گفت هیچ مشکلی نداره. ابتدا باید دارویی به رودابه بدید تا اون خوابش ببره و بعد از اون با خنجر پهلوی اون رو بشکافین، نوزاد رو بیرون بیارین، سپس جای اون رو بدوزین و بعد از اون هم یه پر دیگر رو میده به زال و میگه این پر منو روی محل زخم بمالین تا زود خوب بشه. سیمرغ یه پر روی زمین میذاره و میره. زال پر رو بر میداره و به حرفای سیمرغ عمل میکنه. بهترین دکترها رو میخواد و اونا کاری رو که سیمرغ گفته بود انجام میدن و نوزاد به دنیا میاد. نوزاد انقدر گنده بود که مثل بچه فیل بود، درشت هیکل. رودابه روزها خوابید به خاطر دردی که داشت، به خاطر اون خستگی که داشت و اصلاً متوجه نشد که پهلوش رو شکافتن. یعنی تا زمانی که درد پهلوش خوب شد این خواب بود و هیچ دردی رو احساس نکرد. وقتی به هوش اومد نوزاد رو پیشش آوردن. رودابه با دیدن پسرش لبخند زد و گفت من از غم رها شدم، غمم به پایان رسید، پس برای همین اسم پسرمو رستم میذارم. نام فرزند رو رستم گذاشتن. یه نقاش اومد عکس صورت رستم رو کشید و برای سام به مازندران فرستاد. تمام زابل و کابل جشن برپا شد. سام وقتی عکس رستم رو دید به فرستاده یک عالمه سکه داد و همونجا جشن با شکوهی برپا کرد. 10 دایه گرفتن تا به رستم شیر بده چون خیلی درشت بود. اما رستم هیچ وقت سیر نمی شد و همیشه گرسنه بود. تا اینکه زال اومد و گفت بچه من مثل خودم میمونه و با شیر سیر نمیشه. شروع کرد به رستم نون و گوشت دادن و اونو سیر کرد. رستم به اندازه 5 مرد غذا میخورد زمانی که 8 سالش بود. سام وقتی تعریفهای رستم رو شنید لشکرش رو آماده کرد و گفت من باید برم زابلستان تا رستم رو ببینم. وقتی سام به زابلستان رسید زال و مهراب از او پذیرایی کردن و همین موقع رستم سوار فیل شده بود، اومد پیش سام و تعظیم کرد به پدر بزرگش و از او تعریف کرد. سام از تختش پایین اومد، رستم رو بغل کرد و بوسید. سام 1 ماه زابلستان موند کنار رستم. یه روز وقتی که مهراب مست بود و حواسش نبود به رستم نگاه کرد و گفت
دیگه نه از زال میترسم، نه از سام میترسم، نه از شاه منوچهر میترسم. من و رستم و شمشیر با هم یکی میشیم و آیین ضحاک و زنده میکنم و هیچ کس نمیتونه جلو ما رو بگیره. زال و سام از این حرف خندیدن، اما چیزی به شاه نگفتن، چون اون تو حالت طبیعی نبود که این حرفا رو میزد. بعد از 1 ماه سام از زابلستان داشت برمیگشت به شهر خودش و همین موقع احساس کرد که دیگه شاید نتونه هیچ وقت اونها رو ببینه. پس به زال گفت که من زمان مرگم فرا رسیده و شاید دیگه هیچ وقت نتونم بیام و شما رو ببینم. اینو یادتون باشه که هیچ وقت از راه درست بر نگردین، همیشه تو مسیر درست حرکت کنین و عدل و عدالت رو رعایت کنید. بعد با 2 فرزندش خداحافظی کرد و رفت. در این زمان منوچهر 120 سالش بود. منوچهرم پیر شده بود و زمان مرگش فرا رسیده بود. ستاره شناسا بهش گفته بودن که دیگه کم کم باید آماده بشی تا رخت سفر ببندی و به اون دنیا بری. منوچهر روی تخت نشست، بزرگان و روحانیان رو دور خودش جمع کرد و به اونها گفت که نوذر پسرم رو به جای خودم بر تخت میشونم، از اون حمایت کنید و از نوذرم خواست که همیشه آدم درستی باشه، با مردم درست رفتار کنه، به خوبی رفتار کنه و به مردم احترام بذاره، برای مردمش احترام قائل باشه. بعد ادامه داد، گفت من انتقام ایرج رو از سلم و تور گرفتم، جهان رو از بدی خالی کردم، با این همه عمری که کردم انگار چیزی از جهان ندیدم. اما پسرم نوذر تاج و تخت رو به تو میسپارم، همونطور که فریدون به من سپرد. جز راه راست به راه دیگه ای نرو، فقط خداوند رو بپرست و حواست باشه که با پیغمبر خدا دشمنی نکنی و وارد جنگ نشی. اون زمان بچه‌ها زمان حضرت موسی بود، حضرت موسی پیغمبر بود و منوچهر از نوذر خواست که با موسی وارد جنگ نشه. و بعد بهش گفت که زمانی که جنگ پیش اومد از زال و سام پهلوون کمک بخواه و از فرزند زال رستم که البته هنوز کودک و بچه است، اما بعد که بزرگ شد میتونی روش حساب کنی. این حرفا رو که زد چشماشو بست و بدون درد بدون بیماری مرد. نوذر برای پدرش منوچهر بسیار گریه کرد، اما بعد از تموم شدن عزاداری پدرش بر تخت پادشاهی نشست و بین مردم سکه پخش کرد. اینم داستان تولد رستم. جلسه بعد داستان پادشاهی نوذر رو تعریف میکنیم.